کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به توجه میهمانان و ساکنان کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان 13 اکتبر سال 2023 در حدود ناحیه‌های تابع جمهوری و یک قطار شهر و نواحی ولایت ختلان همچنین ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. باران‌های پرشدت می‌بارد و شمال در یک ثانیه تا 22 متر خواهد وزید. در نتیجه بارشات دریاهای یوخسو، قزلسو و دریاهایی که از نشیبه‌های جنوب قطارکوه‌های ایسار جاری می‌شوند افزایش سطح آب پیش بینی شده است. حرارت هوا تا 15 درجه پست می شود. روزهای 13 و 14 اکتبر سال 2023 در یک قطار ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی جمهوری به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان تهدید آمدن سیل‌ها باقی می‌ماند. در نتیجه بارشات حالت‌های فوق‌العاده زیرین می توانند به عمل آیند. احتمال زیاد شدن صدمه‌های نقلیاتی در شوراها مخصوصا در قطعه‌های کوهی، احتمال زیر آب ماندن محله‌های اهالی نشین، احتمال آبخیزی در قطعه‌های علایده راه‌ها. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر حفظ خانه‌ها و قطعه‌های نزد اولگی از عاقبت‌های سیل از اهالی خواهش می‌کند که جویبارهای نزد حمله و سیل راه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند. علاوه بر این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که هوای نامساعد می‌تواند باعث آسیب دیدن ناقل‌های برق، افتیدن درختان، آسیب دیدن بام خانه‌ها. از این رو هنگام در بیرون بودن قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خاطررسانی می‌کند که در صورت رخ دادن حالت‌های خطرناک به رقم 112 زنگ زنید.